Çok teşekkür ederim. Hazırım. ay خیلی خوشگل شدی. تو هم خوشگل شدی. ممنون. اما امروز روز تولد توه. درسته، اما به نظرت لازمه چنین جشنی بگیریم؟ نمیشد یه جشن کوچیک بگیریم؟ مراقب باش زمرد خانم، این حرفتو نشنوه دختر. امشب فقط جشن تولد تو نیست، بلکه امشب اولین مهمونی خانواده تاشکیران بعد از برگشتن دخترای تحصیل کردشون به استانبوله. تو از این مراسم خوشت میاد نه؟ آره، به مامانم رفتم. لاله و یشیم حاضر شدن؟ بله خانم. خیلی ممنونم کرم جان. قراره امشب آتیش‌بازی هم داشته باشی. شب فوق‌العاده‌ای میشه لاله. بذارین همتونو ببینم. خیلی خوشگل شدین. شما حتما اومدین اینجا که هدیه لاله رو بدین پس گوشش. بفرمایید. عزیزم خیلی هدیه هم خوشگله، با پای چقدر خودشون هم. بامزه است. بیا اینجا ببینمت نازی. آخه نگه داشتن سگ به چه دردی اینجوری میخوره؟ میشه به حیوانو سرپناه داد. عزیزم تو هیچ کسی رو نداری؟ انگار مادرتون خیلی از سورپرایز من خوششون نیومده. نه، لاله مثل پدرشه، از اینجور چیزا خوشش میاد. شفیق، خیلی از دیدنت خوشحالم. مثل همیشه فوق‌العاده شدی. فردا برای شما روز بزرگی کمال خان. بله. همه دارن از اعتبار شما صحبت میکنن. تا قسمت چی باشه؟ بهتره به این حرفا توجه نکنیم، چون شما فقط یه رقیب جدی دارین. تو داری در مورد کی حرف میزنی؟ خانواده ایلگاز ها؟ اما اگه خدا بخواد مناقصه به نفع شما تموم میشه. اما اونا هم خیلی قدرتمندن، هم خیلی سرسخت. ممکنه سرسخت باشن، اما از پس تاشکیرانا بر نمیان. به حرفاشون اهمیت نده. آره، اما حق با اوناست اکرم. بس کن، تو استانبول آدم خیلی سرشناسی هستی. درسته، قدرت متوازن شده. ما خون زیادی دادیم، اما اونا از فرصت استفاده کردن و به مالشون افزودن. اکرم عزیز، فکرشم نکن. اسم شما هر کسی رو میتونه بترسونه. پس بیایید از جشن امشب لذت ببریم، باشه؟ قبل از باز کردن این پاکت وارد مناقصه نشو. ببخشید آقا، بله. یه بسته براتون اومده، انگار خیلی مهمه. گذاشتمش تو اتاقتون. کسی که بسته رو آورد گفت خیلی فوریه. ممنون. خواهش میکنم. منو ببخشین. امیدوارم شب خوشی داشته خواهش باشین. میکنم. ممنون. این مناقصه تنها فرصت کمال تاشکیرانه. دخترم، میخوام یه قولی به هم بدی.
همیشه تو زندگیت به ندای قلبت گوش بدی و هرگز یادت نره که من خیلی دوست دارم عزیز دلم. منم دوست دارم بابا جون. اگه وارد این مناقصه بشی عکسای همسرت زمرد همه جا پخش میشه. مطمئنم که شرافتت خیلی از پول مهمتره. چطوره یه روز با هم بریم نهار بخوریم؟ تا هفته آینده اصلا نمیشه. خیلی عذر میخوام خانم، کمال خان تو اتاق کارشون منتظرتونن. ببخشین. منو میشناسی؟ یشیم؟ چقدر بزرگ شدی؟ یه خانم خوشگل و باوقار شدی. من الان تو استانبولم. شاید بیشتر همدیگر رو ببینیم. کمال جان تو اینجا چی کار میکنی؟ همه دارن سراغ تو میگیرن. بشین. گفتم بشین. چطور تونستی چنین کاری با من بکنی؟ چطور تونستی؟ کمال میدونم اشتباه کردم. برو بیرون. کمال گفتم برو بیرون. کمال بیرون. مامان بیا بریم پایین دخترم. پدرت بهتره تنها باشه. چی شده مامان؟ دعوا میکردی؟ نه چیز مهمی نیست. این مناقصه یکم فکر پدرتو درگیر کرده. بهتره یکم تنها باشه. نه من راحتش بذار. بیا ما بریم به مهمونا برسیم. بریم عزیزم. مامان من همش فکرم پیش باباست. میخوام اونم موقع بریدن کیک پیشمون باشه. من میرم صداش کنم. خواهش میکنم مامان. لاله لاله هرگز من نمیتونم این لکه ننگو بپذیرم. نمیتونم به این زندگی شرم‌آور ادامه بدم. این برای من خیلی سنگینه. تموم شد. همه چی تموم شد. این پایان راهه. چاره دیگه ای نیست. این تنها راهه.
1 سال بعد. بفرمایید چنار خان، خوش اومدین. از این طرف لطفاً. دوستان خواهش میکنم اجازه بدین. بعد از مراسم به سوالاتتون جواب میدم. بفرمایید. من چیم شده؟ قش کرده بودین. الان چطورین؟ حالتون بهتره؟ خوبم. مطمئنین؟ میخوایم ببرمتون بیمارستان؟ نه ممنون. یه لحظه چشمم تار شد، سرم گیج رفت، دیگه هیچی نفهمیدم. چنار خان، همه منتظر شما هستن تا مراسم رو شروع کنن. بگو منتظر باشن. به خاطر من کسی رو منتظر نذارین. من خوبم، جدی میگم. اگه یکم منتظر بمونن اتفاقی نمیافته. اول ببینم باید برای شما چی کار بکنم. خیلی ممنونم. منشی رو خبر کنین، بگیم بیاد اینجا پیش خانم تا حالش بهتر بشه. نیازی نیست. چرا لازمه. لطفا یکم اینجا استراحت کنین. لاله خانم صاحب تابلوی ارزشمند عثمان حمدی هستند که به عنوان بخشی از حراج محسوب میشه. میدونم، به خاطر پدرتون متاسفم. ممنون. اومدم اینجا تا با خاطرات پدرم خداحافظی کنم. همین. میفهمم. بفرمایین. چنار خان، دیر میرسیم. بهتره که ما بریم به سالن. همه منتظرن. امیدوارم بازم ببینمتون. تو هم اینجا پیش خانم بمون. بله آقا. بریم. تابلو رو بردن.
خدا بیامرز مادرم میگفت به هیچ کس نگو که قراره با کمال تاشکیران نامزد بشی. چشمت میزنن. مثل یه پری تو آسمون بودم. اما میبینی تموم شد. افسانه پریا تموم شد. همه چی تموم شد. 6 میلیون. دوستان 6 میلیون بیشتر نبود؟ یک مشتری تلفنی 6 میلیون و 200 هزار تا اعلام کرده. 6 میلیون و 200 هزار تا بیشتر نیست؟ 6 میلیون و 800 هزار تا. 6 میلیون و 800 هزار تا بیشتر هست؟ دوباره میگم 6 میلیون و 800 هزار تا بیشتر نیست؟ 8 میلیون. 8 میلیون. 8 میلیون. 8 میلیون بالاتر هست؟ خیلی خوب، 8 میلیون فروخته شد. بینندگان عزیز، امروز در محل حراج اجناس عتیقه تابلوی ارزشمندی از دوران عثمانی به فروش رسید. تابلومونو فروختن؟ کی خریدتش؟ چنار ایلگاز. چقدرم خوش تیپه. اول مناقصه رو برد، حالا هم که تابلو رو خریده. اون تابلو نشانه اصالت ماست. فکر کنم اون میخواد جای ما رو بگیره. قبول دارم. خریدن این تابلو خودش یه گام به جلو محسوب میشه. هم پول داره و هم خیلی اصیله. خب به ما چه که کی اون تابلو رو خریده؟ ببینم چی به ما میرسه ها؟ ماشالله پسرم مثل شیر میمونه. ماشالله. خوبه، امیدوارم خیر باشه. ای بابا نجیب، به دست آوردن یه برگ نقاشی هم خیر و شر داره؟ دعا کردن که اشکالی نداره. خب البته اینجور کارا پول زیادی هم میخواد. به این بخشش هم توجه کنی زنده داشت. چنار بابت اون تابلو خیلی پول داده. خب البته هر چیزی یه قیمتی داره. حتما برنده شدن تو این حراج ارزششو داشته. من و مهمت که آدمای بخیلی نیستیم، فقط نگران شرکت ایلگازیم. اینطوری چنار هممونو به درد سر میندازه. ای بابا شماها از همه چیز ایراد میگیری. پس تو هم اینقدر ندونسته بیهوده حرف نزن. ما هممون از یه جا آب میخوریم. کاش که یوسف خان مرحوم زنده بود و این روزا رو میدید. پسرم چنار نام خانوادگی اونا رو سربلند میکنه. خب منم پسر دارم زنده داشت. درسته، یوسف هم هست. اونم باید مثل چنار بره آمریکا درس بخونه و واسه خودش کسی بشه. وجود افراد جوان و تحصیل کرده هم مثل تجربه آدمای قدیمی برای این شهر لازمه. لاله خانوم. لاله خانوم. بهتون تبریک میگم، برنده شدیم. من فقط میخواستم ببینم حالتون بهتر شده؟ قبل از مزایده فروش تابلو یا الان؟ ببینین، درسته شما صاحب اون تابلو بودین، اما گذاشتینش برای فروش. منم اونو خریدم. از اینکه تونستم با پول بیشتر اونو بخرم خوشحال نیستم. از اینکه صاحب چنین تابلوی با ارزشی شدم خوشحالم. خونه پدر من روی اون تابلو پاشیده شده. حساسیت شما رو درک میکنم. کاشکی مجبور نمیشدین اونو بفروشین. کاشکی اینطور بود. پسرم بهت تبریک میگم عزیزم. خوشحالم که برنده شدی. ممنونم مادر، اما جلوی بقیه اینطوری نگو چون خوشحال نمیشم. این چه حرفیه؟ خب پول واسه خرج کردنه. مهم اینه که تو برنده شدی. زود باش بیا خونه، منتظرتی. تو راهم. باشه، داره میاد. بهتره برم مروت رو صدا کنم. همه باید آماده بشیم. مروت! چطوری؟ کجا بودی لاله؟ موبایلت هم که جواب نمیدادی نگرانت شدم. نگو که رفته بودی تابلو رو ببینی. اتفاقا همین کارو کردم. رفتم و یه دل سیر نگاش کردم. چرا رفتی اونجا؟ حداقل دقت میکردی که خبرنگارا نبیننت. پس خودت هم خوب میدونی که خبرنگارا عاشق اینجور داستانا نه؟ کافیه لاله، نباید بذاریم بیشتر از این زندگیمون جهنم بشه.
اون تابلو با ارزشترین دارایی پدرم بود. نمیفهمم چطور میتونی اینقدر بیخیال باشی. ممنون. نمیخواد بیای ابراهیم. خوش اومدی پسرم. ممنون عمو جان. امروز تونستی تابلوی مشهور عثمان حمدی رو به دست بیاری. قشنگه نه؟ خیلی قشنگه. خیلی از این موضوع خوشحالم. وقتی همه شبکه‌های تلویزیون در موردش حرف زدن و تصویرتو نشون دادن فهمیدم که باید خیلی با ارزش باشه. من امروز هرگز فراموش نمی کنم. اون لحظه‌ای که دیدمش. خدای من، ببین یه برگ نقاشی گرون قیمت چطور پسرم و شیفته خودش کرده؟ مأمور اجرای حکم، چرا در روشون باز کردی؟ زمرد خانم. چی شده؟ خانم 2 مأمور و یه وکیل اومدن میخوان شما رو ببینن. مأمور؟ کجان؟ تو خونه ان. اکرم خان دارن باشون حرف میزنن. چی شده اکرم؟ آروم باش زمرد. آقایون حکم ورود دارن. اما اگه مایلین لطفاً بفرمایید تو سالن بشینید تا با هم صحبت کنیم. ها؟ نیازی نیست. ما فقط کارمون رو انجام میدیم. با اجازه. بله بفرمایید. بیاین آقایون. داری میبینی لاله؟ چه راحت و بیخیالم؟ حالا بهتر از اینم میشه. حالا که نمیشه اون تابلو رو بیاریم تو خونه باید یه جای دیگه‌ای برای نگهداریش انتخاب کنیم. چرا اینقدر با آوردن این تابلو به خونه مخالفین؟ تو همه روزنامه ها نوشتن که خونه اون مردی که خودکشی کرده روی تابلوه. ممکنه روحش همراهش باشه. دیگه دوره این حرفا گذشته. درسته، اما قدیما برای حرفاشون دلیل محکمی داشتن. من شنیدم حتی میشه سنگینی حضور ارواح هم حس کرد. خب راستش من تا حالا چند دفعه تو این خونه روح دیدم. کجا؟ مادر من این حرفا رو باور نکن. من باور دارم. نمیخوام به خاطر اون تابلو روح اون مرد تو این خونه سرگردون بمونه. آخه چرا یه آدم محترم باید دست از زندگیش فکر چنین کاری بکنه؟ اول باید اینو بفهمیم. خب چرا عمو جان؟ چرا کمال تشکیران خودشو کشته؟ میگن به خاطر فشار کاری زیاد این کارو کرده، اما من اینو باور نمی کنم. حتما یه مسئله روحی و احساسی عاملش بوده. پناه بر خدا، واقعا که مگه اینجور آدم ها احساسات هم دارن؟ مادر اونا که فقط با قدرت طلبی و سلاح زندگی نمی کنن. انگار همیشه برفی از غم و غصه روشون باریده. تاشکیرانا خیلی رو نابود کردن. نابود کردن؟ نابود شدن. چنار امروز کشتیشونو به گل نشوند. شفیق، میدونم که لازم نیست دوباره برات توضیح بدم. خودت از اتفاقی که برامون افتاده با خبری، اما ازت میخوام که بهم کمک کنی. خب خیلی ناراحت شدم، اما مطمئن باش هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم. اما فکر نکنم دیگه نیازی به یادآوری اون موضوع باشه. من این حرفا رو فقط از روی صمیمیت و دوستی بهت زدم. ازت میخوام به این مسئله ضمانت رسیدگی کنی شفیق جان. میدونم که ما رو تنها نمیذاری. از این بابت ممنونم. پس منتظر جوابت هستم. بالاخره از دست این وکیل راحت شدم. خلاص دیگه بهش فکر نکن. رفتن. البته فعلا. قراره که شفیق خان به کارا رسیدگی کنه؟ اون ضامن ما میشه؟ هنوز جواب نداده، اما
اگه زمرد تاشکیران به کسی رو بندازه محال جواب مثبت نگیره. حداقل اون میدونه با این وکیله که امروز اومده بود اینجا باید چی کار کنیم. بعدش چی؟ بعدشو ول کن لاله. من هنوز نفهمیدم الان داره چه اتفاقی میفته. پدرت از یه بانک وام گرفته و حالا اون بانک وامش رو طلب کرده و ما هم باید اونو برگردونیم. کرم جان حالا متوجه شدی؟ به خاطر فروش اون تابلو از دست من ناراحت نباشین، چون حالا دیگه مشکلاتمون رو میدونین. هنوزم داریم بحث میکنین؟ من میرم بیرون، میخوام یه دوری بزنم. میگم تو یه وقت خودتو ناراحت نکنی. درستش هم همینه کرم جان. زود باش لاله، تو هم بیا بریم. تو برو یشیم، من زیاد حالم خوب نیست. باشه، هر طور راحتی. خب همتون رو میبوسم. خدافظ. ای بچه‌ها، یشیم تاشکیران اومد. یشیم تاشکیرانه نه؟ آره خودشه. یشیم خانوم. شب بخیر یشیم خانوم. یشیم خانوم، درسته که پدرتون بدهی زیادی داشتن؟ در این مورد با وکیلمون صحبت کنید. خواهش میکنم. برید. امروز که رفته بودم تابلو رو ببینم، انگار پدرم هم اونجا بود. مرگ پدرت برای تو خیلی سخت‌تر از ماها بوده، چون اون جلوی چشمای تو خودشو کشت. قبل از اون اتفاق تو و پدرم در مورد چی داشتیم با هم جر و بحث می‌کردیم؟ همون موقع هم که بهت گفتم پدرت خیلی تحت فشار بود. همین فشار و استرس کار باعث اون اتفاق وحشتناک شده بود. اما به نظر من شما دوتا داشتین با هم دعوا می‌کردین. نه، پدرت به خاطر اون مناقصه خیلی ناراحت بود و خیلی عصبی شده بود لاله. ما همیشه با هم خوب بودیم. پدرت به خاطر مناقصه مرد. ببخشید میشه به سوالاتون جواب بدید. چرا؟ چنار ایلگازینه؟ آره خودشه. از نزدیک جذاب تره. آره خیلی طرفدار داره. اما من کار خودمو بلدم. حالا میبینیم. خیلی خوش تیپه. چطوری چنار؟ خوبم. تو چطوری؟ خوبم. امروز تو همه کانالهای تلویزیون بودی؟ اگه میدونستم اینجوری میشه پنهونی این کارو میکردم. بی خیال، اینطوری خیلی هم بهتره. تازه سرشناس‌ترم میشی. به نظرت اینطور نیست؟ میدونم اما اینجوری راحت نیستم. سلام، من یشیم تاشکیران هستم. خوشبختم. مبارک باشه. صاحب جدید تابلو شما شدین؟ بله درسته. میدونین اون تابلو واسه ما خوشیوم نبود. بله میدونم. اما شاید واسه شما خوشیوم باشه. تا قسمت چی باشه؟ شاید یه روز منو دعوت کنین تا دوباره اون تابلو رو ببینم.
حتما، هر وقت که بخواین. باشه، پس من هر وقت دلم براش تنگ شد بهتون زنگ میزنم. خداحافظ. بالاخره برگشتن به استانبول. انگار همه پسرای شهر منتظر بودن که اونا برگردن اینجا. نباید منتظر می شدن. اون دختر خوشگل و خوشتیپه، با اصالته، پولدارم هست، اما خیلی شیطونه. خودم میدونم. این دخترها رو زود میبرن، یعنی اونا همیشه منتظر یه فرصت خوب واسه ازدواج میگردن. میدونی اونم یکی مثل تو که هم خوشتیپ باشه و هم پولدار. ممنون از نصیحت‌های پدرانت، ممنونم. خب احساس کردم مگه بهت نگم یه جورایی مدیونت میشم. مرسی. اقبال خانم منتظر شناری؟ به خودم میگم بیخوابی به سرم زده، یکم اینجا بشینم و هوا بخورم، اما دروغه. در واقع منتظر چنارم. منتظر نباش. یاد اون وقتا کردم که بچه بود و همش تو خونه این طرف و اون طرف میدوید. خیلی شیرین بود. آره، یوسف خان مرحوم اون وقتا همیشه یه شعری برام میخوند. بچه مثل میوه فصل بهار میمونه و میوه هر بچه در بهاری دیگه نتیجه زندگی ما میشه و این بهار همینطور ادامه داره و ثمره زندگی ما میشه. هر شاخه از این درخت ثمره عمر یکی از ماست. خیلی عجیبه که ما اینجا کنار رودخونه نشستیم اما درختمون هنوز خشکه و میوه نداده. عمرمون به سرعت داره میگذره. ما داریم پیر میشیم نجیب. گذشته دیگه گذشته، اما همیشه یه آغاز نو برای ما در راهه. حتی اگه هنوزم به گذشته فکر کنیم و نتونیم فراموشش کنیم، اما بهتره آدم بعضی چیزا رو فراموش نکنه. وقتی بخوای فراموشش کنی آروم میشی. من میرم بخوابم. شب بخیر. من دیگه باید برم. خیلی خوب، باشه، خداحافظ. فردا خیلی کار دارم. به سلامت. مثل اینکه طرف داره میره. صبر کن. هنوز که واسه ای رفتن خیلی زوده. نمیان یکم با هم برقصیم؟ من بلد نیستم برقصم. چی شد؟ چرا رفت؟ نگران نباش عزیزم، هر چیو بخوام به دست میارم. اجازه بدین اول ببینم برای شما باید چی کار کنم. امیدوارم بازم ببینمتون.
نخوابیدی؟ خوابم نبرد. تو چی کار کردی؟ تو بار خوش گذشت؟ تنها نکته سرگرم کنندش این بود که صاحب جدید تابلومونو دیدم. چنار ایلگازو میگی؟ آره، خوش قیافه، جذاب، خوش تیپ و با وقار، یعنی یه مرد فوق‌العاده و خیلی هم مغرور. مغرور نیست، یه جور خاصیه. تو که بهتر اینجور آدمای موقر و نجیب و میشناسی. به نظر من که خیلی مغروره. نه خب میدونی اینجور آدما همیشه تو چشمن و هر جا که میرن کلی آدم دورشون جمع میشه. خب چون که یه کارایی میکنن که تو چشم باشن. خب تو این مدت که آمریکا بودیم هیچ اتفاق جدیدی نیفتاد. خب پس وقتو از دست نده تا ببینیم چی میشه. انگار خیلی از این چنار ایلگاز خوشت اومده ها؟ نه، فقط از رو کنجکاوی بود. تو چت شده؟ چرا هنوز نخوابیدی؟ هیچی. میشه رخت خوابمو به هم نزنی؟ یادت وقتی بچه بودیم چی کار میکردیم؟ یشیم نه، خواهش میکنم نکن. گفتم نکن. چی کار میکنی؟ خب دختر یشیم توی بگی ببینم. پدر جلوی این دخترش خودشو کشته؟ بله همینطوری بوده. اومده بود تابلو رو ببینه اما از هوش رفت. کرد؟ فکر کنم روزنامه نگارا هنوز وارد سالن نشده بودن. پس یعنی کی این خبر رو بهشون داده؟ پسرم بهتر اصلا بهش فکر نکنی، طوری که نشده. نه، من باید بفهمم کی این خبر رو به روزنامه نگارا داده. اونی که باید نگران این موضوع باشه تو نیستی. این خانواده اخیراً خیلی خبرساز بوده. این چیزا براشون عادی شده. از چیزی که میترسیدم سرم اومد. بهت هشدار داده بودم. چرا وقتی برگشتی خونه چیزی بهم نگفتی؟ حداقل زنگ میزدم به روزنامه‌ها و جلوی نراجیو میگرفتم. از دست تو. واقعا قش کردی لاله؟ آره. مامان حتما متوجه نشده. میگم حتما یه خبرنگار وارد سالن شده بوده. من فقط مثل یه آدم معمولی رفته بودم تابلو رو ببینم. اصلا تعجب نکردم، چون تو هم دختر همون پدری یه دفعه و بدون فکر تصمیم میگیری و اجراش میکنی. و حالا اون دیگه نیست. بابام نیست. منم درست مثل اونم. انگار دیگه پیش شماها جایی ندارم. عکس پسر دایی چنار رو تو روزنامه انداختن. اما عکس صاحب قبلی تابلو رو بزرگتر چاپ کردن. لاله تاشکیران دختر خوشگلیه مگه نه مامان؟ یعنی تو هم اینقدر بزرگ شدی که راجع به این چیزا نظر بدی ها؟ مگه تو فامیل خودمون کم دختر خوشگل داریم؟ هیچ وقت عکس یه دختر اصیل و خانواده دار تو روزنامه ها چاپ نمیشه. زنده اقبال روزنامه نگارا فقط عکس آدمای معروف و خانواده‌های مهم رو چاپ میکنن. نه پسرم، به اینجور دخترها توجه نکن. خب اگه چنار توجه کنه چی؟ این کارو نمیکنه. کنار با یه دختر نجیب و خانم که من براش در نظر میگیرم ازدواج میکنه. کسی که در شأن خانواده ما باشه. اگه خودش کسی رو انتخاب کنه چی؟ نه، ازدواج پسر اول مهمه. چرا؟ برای تداوم خاندان، پایداری خانواده ایلگاز، برای اینکه بتونیم شرکتمون رو حفظ کنیم. یعنی واسه حفظ شرکت پسر من مهم نیست؟ پسر چناره که یه ایلگاز میشه. من میرم بیرون. نوش جان. خیلی از دست خودم عصبانیم.
مطمئنم که خودش به خبرنگارا گفته. بهش نمیاد یه همچین آدمی باشه. اما به نظر من که خیلی هم بهش میاد. بس کن لاله. وقتی مطمئن نیستی بهتره راجبش حرف نزنی. درسته، ولی موضوعی نیست. نکنه از اینکه جلوش قش کردی ناراحتی؟ آره. بعدش چی شد؟ هیچی. بهتره دروغ نگی لاله. یعنی چی هیچی؟ من قش کردم و اونم کمکم کرد. یعنی میخواسته خودشو قهرمان جلوه بده؟ آره، همینطور بود. اما اصلا برام مهم نیست. اوه، بس دیگه. نمیدونی چقدر کلافم. بیا بریم بودروم و یکم تفریح کنیم. مامان که فعلا درگیر کاراست، اما اکرم چند وقت دیگه باید بره مدرسه. اونم میتونه با همون بیاد. کنار ساحل خیلی به همون خوش میگذره. نمیدونم. قبول کن لاله، لطفاً قبول کن. وقتی اون خانم از هوش رفت هیچ خبرنگاری نبود. یعنی هنوز مجوز حضور پیدا نکرده بودن. پس مطمئن باشین من ازتون نمیگذرم و ازتون شکایت میکنم. اینم بر میدارم. یه شیم اصلا حوصله‌شو ندارم. اعتراض نداریم، باید بیای. الو، بفرمایین. بله خودمم. چنار ایلگاز هستم. زنگ زدم حالتون رو بپرسم. میدونین چیه آقا؟ امروز صبح وقتی روزنامه ها رو دیدم خیلی بهتر شدم. چطور چنین فکری کردین؟ من همین امروز متوجه این خبر شدم. ببینین، بهتره دیگه این موضوع رو تمومش کنین. من امروز دارم از شهر میرم تا همه چی رو فراموش کنم. چنار ایلگاز بود. فهمیدم. جالبه که زنگ زده. چی جالبه یه شیم جان؟ رمزی، میخوام یه کار کوچیک برام انجام بدی. این گلا واسه کیه؟ برای لاله خانم فرستادن. برای من؟ از طرف کی؟ چنار ایلگاز. چنار ایلگاز؟ همون دلال حراجی رو میگی؟ کرم، مؤدب باش. باشه ملکه من، باشه. خب چی نوشته؟ ناراحت نباشین، من به حساب کسی که اون بیادبی رو کرده بود رسیدم. پدرتونم اینجور وقتا از این چیزایی بیمزه برام مینوشت. مثلا میخواست که رمانتیک باشه. اما بین ما هیچ رابطه‌ای رمانتیکی وجود نداره. میدونم که همچین رابطه‌ای هرگز امکان نداره. یعنی چی؟ یه خانزاده و دهاتی ربطی به هم ندارن. اما اون که دهاتی نیست. خب اگه دهاتی نباشه از ما نیست، یعنی به ما نمیخوره. اما یه ماشین چند میلیونی سوار میشه، تابلوی گرون قیمت مارم که خریده. این چیزا باعث میشه که در حد ما باشه. اما گفتی مثل پدرم با گل نامه فرستاده. فقط گفتم مثل جوونی پدرتون گل فرستاده، وگرنه اون کجا و پدر اصیلزاده شما کجا؟ اومدم نماز جماعت روز جمعه. بعداً بهت زنگ میزنم. اگه میدونستم نماز جمعه رو اینجا میخوای بخونی وزیر وزرا رو خبر میکردم. اینجا بخشی از ملک خداست عمو. میخواستم امتحانت کنم.
اوه سلام احسان خان، چه خبرها؟ والا خبرها که دست شماست. چنار شنیدم قوقا کردی، حلالت باشه. تو رو خدا دیگه ازش تعریف نکن. پسرای من که عرضه ندارن، اهل کار و کاسبی نیستن. گلایه از پسراتو ول کن، بیا بریم نمازمونو بخونیم، بیا بریم. خب معلومه ازدواج زندگی آدمو تغییر میده. منم یه زن خوب واسه پسرم میخوام که خوشبختش کنه. اون وقت چند تا نوه خوب و سالم برام میاره، دیگه چی از خدا میخوام؟ شب بخیر. خودشه، چنار اومد. بیا پسرم. ببینم مهمون داریم؟ تو خبر نداشتی؟ دختر کوچیکی احسان خانن، زینور. او نه واقعا؟ ببخشید که نشناختمتون. چقدر بزرگ شدین؟ هم بزرگ شده هم یه پارچه خانم شده، یه دختر خوشگل و مهربون، ماشاءالله. امروز تو نماز جمعه پدرتون رو دیدم. درسته، اما نجیب بهم گفتن. خانوم شام حاضره. خب زود باشین، شام حاضره. ریحان تو بقیه رو صدا بزن. بیا دخترم، بفرمایین. بشین اونجا عزیزم. اگه دوست دارین زبان خارجی یاد بگیرین، چرا نمیرین خارج از کشور تحصیل کنین؟ من خیلی دوست دارم ولی پدرم بهم اجازه نمیده. خانواده منم بهم اجازه ندادن. خب کار درستی کردن. دختر همیشه باید پیش پدر و مادرش باشه. من خانوادت رو راضی میکنم که بری. نه مهم نیست، من ترجیح میدم تو خونه باشم. خیلی متاسفم. به نظر من یه زن باید به جز خونه داری تو اجتماع هم حرفی واسه گفتن داشته باشه. باید آزاد باشه. همچین دخترایی مناسب ما نیستن. اونی که از نظر شما مناسب من نیست. ببخشید. نوش جانتون. رمزی، کاری که خواستم انجام دادی؟ خوبه. پس بگو قایق منو فوراً برای فردا آماده کنن. بودروم ها؟ ما داریم میریم. خداحافظ. یشیم جان ما داریم میریم. باشه. شبت بخیر عزیزم. ممنون، خداحافظ. خیلی خوب دیگه بریم. اگه یه روزی نیمه گم شدم و پیدا کنم خیلی خیلی خوب میشه. یکی که بهش اعتماد کنم، اونم منو درک کنه. یکی که از ته دل بخوامش و اونم منو بخواد. چرا اینقدر گوشه‌گیر شدی چنار؟ مثل یه سنگ وسط رودخونه شدی. انگار دنیا از یه جهت میره و تو میخوای خلاف جهتش حرکت کنی. اما مگه شما هم یه روز اینجوری نبودین؟ بودم، اما حال روزم حتما یه دلیلی داره. علتش زندگی تحمیل شده است. از مادرت دلخور نشو. اون سعی داره یه زندگی خوب برات بسازه. اقبال که به جز تو کسی رو نداره. خسته شدم عمو. از اینکه بقیه بیشتر از خودم نگران زندگیم باشن و برام تصمیم بگیرن خسته شدم. فکر نکنم کسی بیشتر از ما همیشه خیر و صلاح تو رو خواسته باشه. اما فهمیدم منظورت چیه.
سر به صرفتو زدی. خب اگه دختری که مادرت برات در نظر میگیره رو نمیخوای بپسندی حرفی نیست، اما فقط کافیه که باهاش حرف بزنی و دلیلتو بهش توضیح بدی. اگه پدر خدا بیامرزم زنده بود حتما نصیحتم میکرد، ولی به هم اعتماد داشت. فقط این که حالتو بهتر میفهمید. فلسفه بافیاتون تموم شد؟ پس بیاین بریم تو. بیاین بریم، مهمونامون دارن میرن، باید بدرقشون کنیم. خداحافظ. به پدرت سلام برسون. چشم عمو جان. اگه تصمیم گرفتی بری دانشگاه به هم زنگ بزن. هر کاری از دستم بر بیاد برات انجام میدم. ممنون. خداحافظ خاله اقبال. به سلامت. بازم بیا اینجا دخترم، منتظر شبتون بخیر. خوبه دختره رو فراری دادین؟ من نه، برادرزادت فراریش داد. منو دخالت ندین. پسرم، پس ما چطوری باید یه دختر رو بهت نشون بدیم تا بپسندیش؟ مادر، نمیخوام ناراحتتون کنم، اما لطفاً این موضوع رو تمومش کنین. دیگه هم این کارو نکنین. کافیه. خب پسرم، پس چطوری میخوای ازدواج کنی؟ جوونای امروز مثل ما نیستن. خودتو خسته نکن. جداً؟ یعنی بذارم مثل تو پیر پسر بشه؟ نگران نباش، بالاخره کوتاه میاد و ازدواج میکنه، یا اینکه مثل خود من بالاخره عاشق میشه. داداش، شما عاشق کی شده بودین؟ مال گذشته است، دیگه فراموشش کردم. خیلی حوصله‌ام سر رفته. آی لاله، دیگه واقعا شبیه افسرده ها شدی. کی اصرار داشت که اینجا بیاییم؟ من دلم هوای چیز دیگه ای رو کرده. مسافرتایی که با بابا میرفت خیلی لوس بود. تو و مامان همش غر میزدیم، اما من خیلی خوشحال بودم. من که بچه بودم مثل چسب مامان چسبیده بودم و نمیخواستم ازش جدا بشم. اون ساحل شبیه اینجا نبود. خیلی قشنگ بود. یه ساحل بکر و پر از آرامش بود. هنوز راهی واسه بدهی بانک پیدا نکردیم. خب انتظار معجزه داشتن یه کمی سخته. تابلو رو خیلی راحت از دست دادیم. تو هنوزم داری قصه اون تابلو رو میخوری. اون فروخته شد، تموم شد و رفت، دیگه بهش فکر نکن. مثل آدمایی حرف نزن که نمیدونن من چه حسی دارم. من و کمال با عشق ازدواج کردیم. من جوان بودم، خوشگل بودم، جسور بودم، اما من دختر یه پدر و مادر خدمتکار بودم. فقط همین. این خونه و زندگی رویای همیشگی من بوده.
نمیخوام همه چیز خراب شه. میترسی مثل گذشته مجبور بشی توی آپارتمان کوچیک زندگی کنی؟ انقدر نترس، چیزی نمیشه. تا اوضاع اینطوریه نمیتونم آروم باشم. بذار به بچه ها زنگ بزنم ببینم دارن چی کار میکنن. الو یشیم. الو مامان، ما خوبیم، اینجا خیلی خوش میگذره. نه مامان، اینجا هیچ خبری نیست. دیلارا که نیومده، ژالم یه سری به همون زد و رفت. مامان سلام میرسونه، بچه هم سلام میرسونن مامان. مامان اونقدر کنجکاو بود ببینه کی پیش ماست که در مورد مصادره اموالمون حرفی نزد. اون چیزی نپرسید، من بهش گفتم. بهتره تا زمانی که تو تعطیلات هستیم شما دوتا واسه خودتون یه شوهر خوب پیدا کنید. کرم چیه؟ شما هم به سن ازدواج رسیدین، تا ابد که خوشگل و خوش‌هیکل نمیمونید. شاید اینجا یه شوهر خوب واسهتون پیدا شد. انگار کلت زیاد آفتاب خورده. چرا نگو. چرا نمیگم لاله من. 100 دفعه بهت گفتم به من نگو لاله من. فقط بابا اینجوری صدا میزد. میدونم خدا بیامرز تا وقتی که زنده بود خیلی با همون مهربون بود، اما حالا با این بدهی بانکی تمام زندگیمون رو نابود کرده. اوه بس دیگه، بهتره واسه خودت یه دوست دختر پیدا کنی. پیدا میکنم، اما یه خوبشو پیدا میکنم. بهتره همه دخترای بدروم بیان اینجا تا من یکی یکی انتخابشون کنم. بس دیگه کرم، تمومش کن. اوف. این پلاژ واقعا خسته کننده است. اینجا خیلی شلوغه مگه نه چنار ایلگاز؟ با اومدن تو شلوغ‌ترم شده. سگم کجاست؟ الان همینجا بود. پس کجا رفته؟ داشتم دنبالت میگشتم. آفرین پسر. دنبال من؟ نه، دنبال سگم اومدم. واقعا؟ اما خیلی با من دوست شده. زود باش برو. اینطور که معلومه شما هم سگ دارین. نه ندارم، اما خیلی دوستشون دارم. خداحافظ کوچولو. بیا بریم پسر. همش تقصیر تو بود. خیلی از دستت ناراحتم سگ بد. اینقدر اون حیوان بیچاره رو سرزنش نکن.
اگه نمیخواستی نمیرفتی. درسته. من دعوت شام چنار ایلگاز رو قبول کردم چون که میخوام حد خودش رو بدونه. یعنی چی؟ یعنی به خاطر این داری باهاش میری بیرون؟ بله، میخوام یه درس درست حسابی بهش بدم. خب پس چرا اینقدر به خودت رسیدی؟ کجا به خودم رسیدم عزیزم؟ مثل همیشه هم که خب دیگه باید برم. خداحافظ عزیزم. خداحافظ. این دفعه دیگه نمیشه، تو باید همینجا بمونی. اینطوری بهتره. آفرین پسر خوب. مادرم گفت بپرسم بازم ماهی کبابی میخوریم؟ آره حتما میخوریم. میخوریم. حسین پس لیمو ترش چی شد؟ آخ یادم رفت. برو زود باش بیار. برو از تو آشپزخونه چند تا لیمو بردار بیار ببینم ماهیش خوشمزه بود. من برم غذاشون سرد میشه، بهتره تو بری براشون بیاری. آخه چقدر از من حرف میکشن میبینی چنار؟ خدا بهت سلامتی بده همین بابا. خدا بهم صبر بده تا از دست اینا دیوونه نشم. میبینی دختر خوشگلم، این مردا همشون همینطوری هن. من طرف شمام، ماهی رو بدون لیمو میخورم. معلومه که دختر اصیلی هستی. درسته که چنارم مثل شما خوب و مهربونه، اما خب از آشپزی سر در نمیاره. نمیدونم لاله چرا دعوت شام اون آدم رو قبول کرد. گفت میخوام کاری کنم که اون پسر حد خودش رو بدونه، اما از کجا معلوم؟ الان احتمالاً داره بهش میگه چرا موقعی تماشای اون تابلو قش کرد. چطوره؟ از اینجا خوشت میاد؟ خیلی خوشم اومده. چرا اومدی دنبالم؟ چرا فکر میکنی اومدم دنبالت؟ اینطوری نیست؟ چرا؟ همینطوره. خب پس بگو چرا؟ چون که قلبم بهم گفت. قلبم گفت که برو. این دختر خیلی خوشگله، خیلی پاک و معصومه و تو نباید به هیچ وجه اون از دست بدی.
راستش تو دقیقا مثل اسمت هستی. لاله، مثل لاله نرم و لطیفی، در مقابل باد شکننده و ظریفی. به آب و مراقبت نیاز داری. اگه تو خاک باشی ریشه میکنی و نیرومند میشی، اما همیشه زود رنجی. من خودم رو به این خوبی نمیشناسم. تو چطوری به این خوبی منو شناختی؟ تو هیچ وقت به ندای قلبت گوش نمیدی؟ چرا گوش میدم؟ این قولی بود که پدرم قبل از مرگش ازم گرفت. گفت دخترم همیشه به ندای قلبت گوش بده. پس چرا اینقدر تعجب کردی؟ منم فقط به ندای قلبم گوش دادم. چون که فکر نمی کردم چنین آدمی باشی. خب فکر میکردی من چه جور آدمی باشم؟ نمیدونم، یه جور دیگه. فکر نمی کردم اینقدر صادق و راحت و صمیمی باشی. ببینم یعنی من اون آدمی که تو فکر میکردی باید باشم نیستم؟ آره. خب تو در مورد من از قلبت نپرسیدی؟ نه، ازش نپرسیدم. ترسیدم که بپرسم. ترسیدی؟ خب حالا بپرس ببین قلبت در مورد من چی بهت میگه. میگه خیلی خوبه که اینجام، خیلی خوبه که تو امشب اینجایی. تو به اندازه این شب زیبایی. نگاه کن، ستاره دنباله دار ناپدید شد. من میدونم چی میخوای بگی. میدونم. چنار، واقعا اینطوره؟ چی؟ ستاره دنباله دار؟ اینکه هر چی قلبت بهت میگه درسته و باورش میکنی؟ قلبم همیشه با من صادق بوده. همیشه به ندای قلبم گوش میدم. اما تا حالا هیچ وقت اینجوری نشده بود. این هیجان و این تپش تا حالا اتفاق نیفتاده بود. فقط از اولین لحظه ای که تو رو دیدم به وجود اومد. خب تو اولین لحظه ای که منو دیدی چه حسی داشتی؟ البته فکر کنم اون موقع تو قش کرده بودی. اما بعدش وقتی به هوش اومدم و چشممو باز کردم فهمیدم که آدم خیلی خوبی هستی. چون که به یه خانم زیبا و جوان کمک کرده بودم؟ فهمیدم که زورت خیلی زیاده. چون بغلت کرده بودم؟ فکر کردم دکتری چیزی هستی. اگه میذاشتی میبردمت بیمارستان تا معاینت کنن. اما بعدش از دستت ناراحت شدم. چون که من چیزی که مال تو بود و خیلی بهش علاقه داشتی رو خریدم. ولی الان ناراحت نیستم، چون که میدونم که اون تابلو الان دست
آدم درستیه و ارزششو میدونه. لاله من عاشقت شدم. کیه؟ ملکه بزرگره؟ مامان این دفعه یه خبره فوق‌العاده جالب برات دارم. لاله امشب با جناب آقای چنار ایلگاز شام تشریف بردن بیرون. چی؟ درست شنیدی. لاله خیلی برای امشب هیجان داشت. دوتایی رفتن بیرون. نمیدونم کجا قراره برن. باشه منو بیخبر نذار. این مسئله مهمیه. من الان دارم میرم خونه کریم خانوم، اما موبایلم همرامه. بعدم با هم حرف میزنیم. دیگه کافیه، میتونی بری. خیلی نمیمونم، پس تا برمیگردم بیدار بمون. بله خانم. نمیخوای چیزی بگی؟ نه. ببینم چیزی لازم ندارین؟ نه امین بابا، ممنون، خیلی ممنون. نه ممنونم. خواهش میکنم. من هم بقلوا دارم هم شربت سنتی. براتون بیارم؟ مرسی، خیلی ممنونم. براتون میارم دیگه، یه شیرینی کوچیکه. آره حتما، باشه بریم بیاریم. مرسی. میخواستم بگم که چنار میخواین 2 لیوان نوشیدنی خنک بیارم؟ نه امین بابا ممنون. ببین تازه قهوه‌مون رو تموم کردیم. بگم زبیده یه قهوه دیگه براتون بیاره؟ بفرمایید. اینا رو آوردم اما انگار چنگال یادم رفته. حسین خیر باشه، چرا یه دفعه خندتون گرفت؟ هیچی، میخواستم یه چیزی به چنار بگم اما مثل این که نمیشه. آها فهمیدم. من و امینم اون وقتا یه دنیا حرف واسه گفتن داشتیم. خب حسین، معلوم نیست این پسر دوباره کجا رفته پی بازیگوشی. هرچی صداش میزنم جواب نمیده. من که اینقدر باهات حرف میزدم؟ دست درد نکنه امین خان، انگار که همه چی یادت رفته. ببخشید که مزاحم شدم. خواهش میکنم، اختیار داریم. نوشه جان، سپردم از کشتیتون مراقبت کنن. تو این هوا که نمیتونید برگردین بودروم، بهتره همینجا بمونین. ما طبقه بالا 2 اتاق اضافی داریم، آمادش کنم؟ راستش نمیدونم. بهتره که تعارف نکنین. نمیدونم و میدونم نداره. چند ساعت میخوابین دیگه، 1 دقیقه هم حاضر میشه ها. باشه میمونیم. اگه تو مشکلی نداری باشه. خیلی خب، پس من میرم آمادش کنم. منم ظرفا رو میبرم. جواب نمیده. آخه این پسر کجاست؟ تو بودرومه دیگه.
خب کجاست؟ با کیه؟ چی کار میکنه؟ زن دادا شما چی کار دارین؟ اون عاقله، میتونه از خودش مراقبت کنه. اما شما نفهمیدین که چنار مثل من نیست، مثل برادرم هم نیست، اصلا شبیه هیچ کس نیست. اون هر کاری که بخواد انجام میده. میبینم دست به دامن تاروت شدین. آره، ببینم چی میگه. زندگی، خوشبختی. معنی این کارت چی میشه؟ کتابو نگاه کن. یعنی هنوز معنی کارتا رو نمیدونین؟ هر دفعه باید کتاب باز بکنین؟ باشه یاد میگیریم. پایان غیر منتظره. لاله خیلی خوش تیپ شدی. تو هم خوابت نمیبره؟ اما حس خوبی دارم از اینکه اینجام. خوشحالم. خیلی وقت بود که این چیزا رو فراموش کرده بودم. خوب شد که اومدی. هیجان زدم. میای بریم کنار اسکله بشینی؟ موافقم. بریم. موقع شام من یه حرف خیلی مهم بهت زدم. اما تو جواب ندادی. من از دوست داشتن میترسم. چرا؟ میترسم کسی رو که دوست دارم از دست بدم. میترسم اشتباه کنم. میترسم تنهام بذاره. نترس. دوست داشته باش، خودتو رها کن، همین کافیه. به خاطر هر دومون به ندای قلبت گوش بده. من حس خیلی خوبی بهت دارم، مثل حسی که به پدرم داشتم. یه انسان خیلی خوب. چطوری بهت بگم؟ مورد اعتماد. حسم میگه بهت اعتماد کنم. خیلی عجیبه، اما انگار یه دفعه همه یه چیزای خوب زندگی رو به یادم آوردی. من کاری نکردم، این کار عشقه. چون عشق خیلی قدرتمنده، خیلی پرحرارته، همه چیزو ممکن میکنه. خب این عشق از بین نمیره؟ هرگز از بین نمیره. آروم آروم جلو میره. نمیتونی جلوشو بگیری. عشق در حقیقت مثل یه معجزه است که آدم رو به هم نزدیک میکنه تا بتونن یه دنیای جدید و فوق‌العاده رو تجربه کنن. و حالا من تو این دنیا بدون تو نمیتونم نفس بکشم. من نمیدونم. من تا چند ساعت پیش یه لاله دیگه بودم. چطور اینقدر سریع اتفاق میفته؟ ما خیلی خوشبخت میشیم لاله،
من همونقدر به این حرفم مطمئنم که به گردش شب و روز مطمئنم. فردا و سال آینده و سالای بعد درست همین احساسی که الان هست و نسبت بهت دارم و هیچ وقتم عوض نمیشه. هیچ وقت عزیزم. قسم میخورم که همیشه عاشقت بمونم. دلم نمیخواد امشب تموم بشه. این عشق، این اعتماد، تو نیمه گم شده منی. من بدون تو نمیتونم زندگی کنم، هرگز. صبح بخیر. صبح بخیر اکرم. اول صبحی به کی داری زنگ میزنی ملکه ای بزرگ؟ لاله. خیر باشه. دیشب با چنار ایلگاز شام رفته بود بیرون. لاله؟ چه چیزا؟ راستش منم اصلا انتظارشو نداشتم. انگار یه نقشه‌ای تو سرته، درسته؟ آره. اون پسر از خانواده ثروتمندیه. هم مشکلاتتو حل میکنی هم داماددار میشی. با یه تیر دو نشون میزنی. خب چی کار میشه کرد؟ بهش نیاز دارم. زود باش لاله، گوشی تو جواب بده. هنوز واسه بیدار شدن تو تعطیلات خیلی زوده. امین بابا، یه خواهش ازتون دارم. بگو پسرم. چه خواهشی پسرم؟ بگو. نگران من نباش. من امشب نمیام. منتظرم نباشین. یعنی چی من امشب نمیام؟ خیلی عذر میخوام خانم. یشیم خانم زنگ زدن، کار واجبی دارن. مرجان میشه استراحت کنم؟ حتما. صبح بخیر یشیم. منظور چیه که لاله دیشب نیومده هتل؟ خب نیومده دیگه. دیشب با اون بوده. به منم زنگ نزده، فقط نصف شب SMS داده که نگران نباشین من امشب نمیام.
باشه عزیزم، تو بازم به گوشیش زنگ بزن، منم زنگ میزنم. باشه، البته اگه جواب بده. خداحافظ. حالا شما چرا اینقدر هرس میخورید؟ باشه، لاله از اینجور دخترا نبوده، اما چی کارش دارید؟ بذارید خوش بشه. کرم جان تو لطفاً دخالت نکن. حالا تو چرا اینقدر به هم ریخته ای ها؟ چون عصبانیم. صبح بخیر. تو اینجا بودی؟ خیلی قشنگ خوابیده بودی، نتونستم چشم ازت بردارم. قشنگترین و شیرین ترین خواب زندگیم. منم تا حالا ندیده بودم کسی اینقدر قشنگ خوابیده باشه. زود باش بلند شو، بریم یه صبحونه حسابی بخوریم. ببینم تو گرسنت نیست؟ چرا خیلی گرسنمه. زود باش، منتظرتم. مراد جان ببخشید امروز نتونستم خوب تمرینامو انجام بدم. هفته بعد بیشتر تمرین میکنم. باشه، بیشتر تمرین میکنیم. خداحافظ عزیزم. میبینمت. خداحافظ. اوضاع چطوره؟ منظورت ضمانت بانک نه؟ زمان داره میگذره. میدونم. فکر کنم ذهن جای دیگه است. آره لاله، اون دیشب نرفته هتل. جدی میگی؟ پس سامن بانکم جور شد. اینو یه شوخی بیمزه در نظر میگیرم. شفیق به همون کمک میکنه، نگران نباش. من باهاش در این مورد صحبت کردم. خیلی هم امیدوار نباش زمرد. اگه جوابش مثبت بود حتما تا حالا بهت گفته بود. یعنی چی؟ میگی لاله و چنار ایلگاز با هم ازدواج کنن؟ خب اگه شب با هم بیرون بودن پس حتما عاشق هم شدن. تو تا حالا دیده بودی که لاله همچین کاری بکنه؟ امکان نداره. نمیدونم. شاید بهتر باشه نسبت به این خانواده سخت نگیرم. خودشه. زمرد تاشکیران بالاخره اصغر شیطون پایین اومد. خب اگه این خانواده مثل ما نیستن دوست دارم بیشتر در موردشون بدونم. اینکه کیان، کجا زندگی میکنن و رفتارشون چجوریه. من اعتراضی ندارم که چنان رفته بدروم. خب همه جوونا باید تفریح کنن. فقط میخوام بدونم با کی رفته. من به دخترای مدرن امروزی اعتماد ندارم. میترسم یه وقت اتفاقی بیفته. یعنی ممکنه؟ چنار همچین آدمیه؟ مگه خود شما نبودین که گفتین من نباید بهش بگم چی کار بکنه چی کار نکنه؟ خودت میبری و خودت میدوزی اقبال خانم. من فقط گفتم که به نظر من چنار کار اشتباهی نمیکنه. انشاءالله. انگار از کارتای تاروت ترسیدین. فال که واقعیت نداره، آدم باید عقل داشته باشه. ببینم یعنی شما فالم میگیرین؟ نه مناسبتی نداره. فقط واسه سرگرمی گرفتم. ملکه بزرگ من دارم میرم. خداحافظ اکرم. آره دخترم، ببین این اقبال ایلگاز کیه؟ کجا زندگی میکنه؟ دکترش کیه؟ آرایشگرش کیه؟ خیاطش کیه؟ هرچی که هست در موردش برام تحقیق کن. خیلی مهمه. زودتر. ازت ممنونم. فعلا خداحافظ. بای. خیلی خوشمزه است. مربای پرتقال زبیده خانم تو بدروم خیلی مشهوره. ببخشین. خیلی زیبایی. چی شده؟
انقدر قشنگه که دلم نمیخواد برگردیم. یعنی بمونیم؟ بمونیم. باشه میمونیم. امین بابا کارت داره چنار، برو پیشش لطفاً. فهمیدم. بشین الان میام. باشه؟ باشه. منم میرم برات یه قهوه تازه میارم. به زحمت میافتی. چه زحمتی دختر گلم. زبیده خانوم جانم، شما و امین بابا چند سال ازدواج کردین؟ بذار ببینم. درست یادم نیست. اولین باری که دیدمش ازش خوشم اومد، اما فکر میکردم خلوچله. اما نمیدونم چرا وقتی روز بعد دوباره دیدمش بهم گفت که دلش برام تنگ شد و با هم دیگه فرار کردیم. اوه خدای من، خوب شد که اون روز باهاش فرار کردم، وگرنه انقدر خوشبخت نمی شدم. ماشاءالله. اون وقتا من اصلا بلد نبودم غذا درست کنم، همیشه غذام خراب بود. چنار پسر خیلی خوبیه دخترم، از چشماش معلومه که خیلی دوست داره. انشالله که خوشبخت بشید. الو یشیم، اینجا آنتن نمیده. اگه میخوای برو اونور، اونجا بهتره. برو دخترم. برو. یشیم. لاله معلومه کجایی؟ میدونی چند بار بهت زنگ زدم؟ الو لاله، نمیخوای برگردی؟ الو لاله، میشنوی چی میگم؟ نشد حرف بزنیم. حالا پرنسس کجا بود؟ نفهمیدم که. هیچی نگفت. قطع کرد. انگار تو قایق بودن. لاله واقعا منو متعجب کرده. اگه با طرف دوست بشه چی؟ چی میشه؟ اون یه مرد مثل باباست. متوجه نشدی که اون آدم چقدر شبیه باباست؟ کی؟ چنارو میگی؟ قیافشو که نمیگم، نادون. چرا چرند میگی؟ به جای این حرفا برو یکی واسه خودت پیدا کن که تنها نمونی. نگران نباش، من تنها نمیمونم. در این شکی نیست. خوش اومدی چنار جان. ممنون مختار. ببینم همه چیز حاضره؟ همه چیز حاضره پسرم، نگران نباش. خوبه، بهتره بیشتر از این لاله رو منتظر نذارم. زود باش دیگه، برو. تو نگران هیچی نباش، همه چی حاضره. ممنونم. اینهاش خودشه. بچه‌ها شما اینجا چی کار میکنین؟ حالتون خوبه؟ ما خوبیم. عثمان پسر تو چقدر بزرگ شدی. دارم میرم کلاس ششم داداش چنار. آفرین پسر خوب. ببینم اینجا کی از همه قوی تره؟ رمبو دیگه کیه؟ عصبانی نشو، چون از اونم قوی تری داداش چنار. آفرین پسر. عایشه تو چطوری؟ خوبم داداش چنار. مادرت چطوره؟ اونم خوبه. خیلی خوبه دختر خوشگل. ببخشید عزیزم، خیلی منتظرت گذاشتم. پاشو بریم یه سورپرایز برات دارم. کجا؟ حالا تو بیا. پاشو دیگه. اصلا لازم نیست پیشگویی کنین. من دارم میرم شو لباس. خیر باشه. گفتن لباسای جدیدی واسه مشتریای خاص آوردن. کاش که منم وقت داشتم با تو می اومدم. خب بیا بریم، از کارم نجات پیدا میکنی. خوب کاری کردی که بیخیال چنار شدی اقبال خانم. بیخیال نشدم، فقط نمیخوام شما دوباره منو مؤاخذه کنید. فهمیدی؟ پس معلومه دیگه خیالتون راحته. این زن داداش اقبال همیشه فکر و ذکرش پیش چناره. ای خدا از دست شما ها. خب دیگه من رفتم. اقبال خانم ما که به کارهای خونه آشنایی نداریم. کی اینجا میخواد یه لیوان آب دست ما بده؟ نگران نباش، به مروت سپردم. مواظب باش. حالا میتونم چشمامو باز کنم؟ هنوز نه.
صبر کن. خب حالا چشاتو باز کن. این لاله، یه گل ظریف و مهربان و معصوم. لاله، با من ازدواج میکنی؟ ممنونم. خوش اومدین زمرد خانم، حالتون چطوره؟ خیلی ممنون، متشکرم. خوش اومدین. سلام. خوش اومدین. سلام. سلام، خوش من اومدین. جمیله هستم. خیلی خوشحالم که شما رو اینجا میبینم. ببینم بقیه کجا رفتن؟ پس این شوکه شروع میشه. زمرد تشکیران اومدن خانم، همه رفتن استقبالشون. جداً؟ پس اونم میاد به اینجا. ایشون از مشتریای همیشگی ما هستن. بفرمایید لطفاً از این طرف. امیدوارم که خوشتون بیاد. امیدوارم. خوش اومدین. سلام. سلام، ممنونم. خواهش میکنم بفرمایین. شما به هم معرفی شدین؟ ایشون خانم اقبال ایلگاز هستن. خوشبختم. من زمرد تشکیران هستم. تو روزنامه عکستون رو دیده بودم خانم. میبخشید که یکم دیر رسیدم، اما حالا میتونید شروع کنید. ببخشید، میشه یه خواهشی ازتون بکنم؟ اگه میشه واسه من نوشیدنی بیارید لطفاً. حتما. Geceler geçmez olur sensiz olunca. Her sabah yapraklarımda beliren damlacıklara sensiz gecelerimin gözyaşlarına şebnem diyorlar, ah bilmiyorlar. Şebnem diyorlar, ah bilmiyorlar. Ben bir
bensiz olmaz, sevenler yarsız olmaz. Bahçeler bensiz olmaz, sevenler yarsız olmaz. Geceler geçmez olur hasret olunca, geceler geçmez olur sensiz olunca. Her sabah yapraklarımda beliren damlacıklara, sensiz gecelerimin gözyaşlarına. Şebnem diyorlar, ah bilmiyorlar. Şebnem diyorlar, ah bilmiyorlar. Şebnem diyorlar, ah bilmiyorlar. Şebnem شنار خانو پیدا نکردیم قربان. واقعا عجیبه. بهتره با کاپیتان تماس بگیرید. شاید اون از شنار خبری داشته باشه. چشم قربان. این پسره کجا غیبش زده؟ لاله حتی به یشیمم زنگ نزده. ای بابا زمرد چقدر گیر میدی؟ بذار دخترت راحت باشه. چی کارش داری؟ درسته که ما خانواده روشن فکری هستیم، اما اعتراض من به این چنار ایلگازه. خب حتما عاشق هم شدن فرار کردن. اکرم کاشکی امروز تو هم اونجا بودی و میتونستی اون اقبال ایلگازو ببینی. اون وقت میفهمیدی که من چرا اینقدر نگرانم. هنوز نتونستیم بابت زامنه کاری انجام بدیم. چطور نگران این موضوع باشیم ملکه بزرگ ها؟ نظرت چیه؟ این بار دیگه نگران اون موضوع نباش اکرم. شفیق ما رو تنها نمیذاره. اگه مامان پاشه بیاد بدروم اصلا تعجب نمی‌کنم. مامان بیشتر از این که نگران لاله باشه کنجکاوه که بدون جریان چی. خب راستشو بخوای حقم داره. اگه بخواد بدونه چه خبره. کی میدونه که با اون کشتی کجاها که نرفته. شنار خانو پیدا کردیم قربان. ببینم نجیب از شنار خبر داری؟ دارم اقبال خانم. خب کجاست؟ چی کار میکنه؟ شنار پنهانی ازدواج کرده. ازدواج کرده؟ با کی؟ زن داداش. یه ثانیه لطفاً. الان گوشیو میدم بهشون. اینجا هستن. الان میتونین باهاشون صحبت کنین. بله. لطفه خبرنگار هستن. سلام لطفه جان، حالت چطوره؟ چی؟ لطفاً از طرف من هیچی در این مورد ننویسین. بگین که اصلا با من صحبت نکردین. چی شده؟
اتفاق عجیبی افتاده. لاله تو بادروم ازدواج کرده. بچه بیاین از این طرف. یشیم خانوم. یشیم تاشکیران اومد. یشیم خانوم. بچه عجله کنین اومد. یشیم خانوم، نظر شما در مورد ازدواج لاله خانوم و چنار الگاز چیه؟ ازدواج کردن؟ چی؟ با قبول کردن پیشنهاد ازدواجم دنیا رو بهم دادی. ازت ممنونم. امیدوارم از هدیه من خوشت بیاد. حالا چشاتو باز کن. اینجا خیلی قشنگه. اینجا مال توه عزیزم. خیلی ازت ممنونم. من که هنوز نتونستم هدیه با ارزشی بهت بدم، اما گفتم شاید بتونم یه شب زیبا رو بهت هدیه بدم. این حرفو نزن. تو با ارزش‌ترین هدیه رو بهم دادی. این هدیه غیر قابل توصیفه چنار. خیلی هیجان زده شدم. خیلی دوست دارم. منم دوست دارم لاله. کاشکی همیشه همینطوری بمونه. اما میترسم وقتی برگردیم استانبول با مشکل و مخالفت همه روبرو بشیم. ممکنه هیچ کس عشقمون رو قبول نکنه. نترس، بهت قول میدم که همه عشقمون رو قبول میکنن. بهت قول میدم لاله، قسم میخورم تا آخر عمرم دوستت داشته باشم عزیزم. تو منو به بهشت آوردی. پس لحظه هم با تو بهشت به اندازه عمر گل لاله است.